سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه همگی. امروز اینجاییم با درس هفتم از کتاب Oxford Word Skills Elementary Vocabulary. من صالح بهمانی هستم و امروز میخوایم راجع به تایم ها با هم صحبت کنیم. So, let's get started. Part A با این عبارت شروع میشه که What's the time؟ ببینید به طور کلی برای اینکه ما تایم رو بپرسیم میتونیم اینجوری بپرسیم What's the time؟ یا میشه What's the time یعنی What is the time؟ یا اینکه میتونیم بپرسیم What time is it؟ ها؟ پس هم میتونیم بگیم What's the time یا اینکه میتونیم بگیم What time is it؟ ساعت چنده؟ تایم چنده؟ ساعت چنده؟ اینجوری میتونیم جواب بدیم. میخواستم ساعتاشو براتون بکشم ولی از اونجایی که چون نقاشیم خوب نیست گفتم که مینویسم و توضیح میدم که چجوریه. اگه تا حالا ویدیوهای من ندیدی که ممنون میشم ازت هم چنل سابسکرایب کنی و این ویدیو رو هم لایک کنی تا یه حمایتی از من بشه. بریم شروع کنیم. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. It's 3 o'clock. It's 2 o'clock. It's 1 o'clock. It's 10 o'clock. Whatever. این عبارت وقتی استفاده میشه که ساعت دقیقاً 4 باشه، ساعت دقیقاً 3 باشه، ساعت دقیقاً 2 باشه. پس it's 4 o'clock. It's a quarter past 4 یا اینکه it's quarter past 4. این quarter به معنای یک ربع ساعت، 15 دقیقه. حالا این A رو ما هم میتونیم آپشنال هم میتونیم بگیم هم میتونیم نگیم. هم میتونیم بگیم it's a quarter past 4 هم میتونیم نگیم it's a quarter past 4. یعنی میتونیم بگیم it's quarter past 4 فقط. و یعنی چی؟ It's a quarter past 4. این که مثلا ساعت 4 15 دقیقه ازش گذشته دیگه چون کلمه past استفاده کردم. دقیقاً میشه مساوی این یکی پایینه It's 4:15. پس هم میتونیم بگیم it's quarter past 4 هم میتونیم بگیم it's 4:15. بعدی هستش it's half past 4. It's half past 4. half یعنی نصف ساعت، نیم ساعت دقیقاً گذاشته. half past 4 ساعت 4:30 اینجوری میشه. یا اینکه it's 4:30. It's 4:30 ساعت 4:30 بازم. بعدش میشه it's a quarter to 5. It's a quarter to 5. وقتی که تو آورده یعنی 15 دقیقه رو این بار ازش نگذاشته، این بار 15 دقیقه مونده به ساعت. It's a quarter to 5. 15 دقیقه مونده به 5. پس میشه 4:45 دقیقه. It's 4:45. Okay? It's 5 past 6. It's 5 past 6. 5 past 6 یعنی اینکه 5 دقیقه از ساعت 6 رد شده. میشه 6:05 دقیقه. این پارتش به این صورت بود. خب این چیزایی که جدید روی تخته نوشتم همشون مربوط میشن به همون پارت A منتها چون همشون تخته یه خورده کوچیکه همش جا نمیشد که یه بار بنویسمشون روی تخته، پس مجبور شدم که دو بارش کنم. بعدی هستش it's 20 past 6. It's 20 past 6 یا it's 6:20. گفته که 20 دقیقه از 6 رد شده یا اینکه 6:20 دقیقه است. It's 20 to 7. It's 6:40. وقتی که میگه it's 20 to 7 یعنی 20 دقیقه مونده به 7 یا اینکه 6:40 دقیقه است. It's 3 minutes to 7. 3 دقیقه مونده به 7 یا اینکه it's 6:57 یا اینکه 6:57 دقیقه است. دقیقاً یه پارت اسپاتلایت هستش توی اون بخش A که میاد چی میگه؟ میاد تفاوت minutes to و minutes past رو میگه. حالا تفاوتش چیه؟ minutes to زمانی استفاده میکنیم که میگیم آقا مثلا فلان دقیقه مونده تا اون ساعت مد نظر. minutes past زمانی استفاده میشه که میگیم آقا فلان دقیقه از اون ساعت مد نظر من رد شده. به عنوان مثال It's 3 minutes to 7. 3 دقیقه مونده به 7. یا این که میگیم It's 20 past
6. حالا اینجا minutes دیگه 20 میشه دقیقه ها. 20 دقیقه. 20 دقیقه از 6 رد شده. این اسپاتلایتش به این صورت بود. خب پارت B exact times and periods of time، این چیزی که توی کتاب نوشته. حالا exact time یعنی تایم دقیق و بازه های زمانی دقیق. periods of time، period به معنی یه بازه زمانی هستش. Let's get started. 9 a.m. in the morning. بچه‌ها به طور کلی وقتی که AM داریم مربوط میشه به صبح، وقتی که PM داریم مربوط میشه به بعد از ظهر. 9 a.m. in the morning. 12 p.m. at midday or noon. At اینجا آپشنال. midday یا نون. آها چون ساعت از 11 رد شد داره میشه بعد از ظهر، اینجا شد PM. اوکی 12 شد 12 بعد از ظهر یا 12 ظهر. At midday or noon. 9 a.m. 1 p.m. all morning. تمام صبح از 9 صبح مثلا تا 1 بعد از ظهر. 1:58 just before nearly almost 2. برای اینکه بگیم نزدیک به ساعت 2 میتونیم از این سه تا استفاده کنیم. just before 2 nearly 2 almost 2. هر سه تاش معنی میده. 5 p.m. 5 o'clock in the afternoon یعنی اینکه 5 بعد از ظهر. afternoon میشه بعد از ظهر. 2 until 5:30 p.m. all afternoon. تمام بعد از ظهر از ساعت 2 تا 5:30. و اما این چیه؟ call it a day. قرار بود یه اصطلاح توی هر کدوم از درس‌های اکسفورد ورد اسکیلز داشته باشیم، پس این هم اصطلاح امروزه. call it a day یعنی چی؟ یعنی call it a day یعنی برای اینکه مثلا اینکه من امروز این درس رو تمام میکنم، بعد میگم call it a day. برای امروز بسه. بیایم امروز جمع جورش کنیم، میگم متوقفش کنیم، تمامش کنیم. پس برای تمام کردن یه چیزی استفاده میشه. مثلا جلسه‌ای رو تمام کردن، یه کلاسی رو تمام کردن میتونیم استفادهش کنیم. میگیم let's call it a day. بیایم برای امروز بسه مثلا. این از پارت B. خب به عنوان بخش آخر امروز اینا رو هم با هم کار کنیم و let's call it a day. 7 p.m. 7 o'clock in the evening. هفته عصر میشه. evening میشه عصر. 7 o'clock in the evening به این صورت. PM باز داره. 8:02 یعنی که 8:02 just before 8. ببخشید عذر میخوام just after 8 یعنی که دقیقاً بعد از ساعت 8. 2 دقیقه حالا 3 دقیقه تا 5 دقیقه رو هم میگیم just after 8 یعنی تازه از ساعت 8 رد شده. 11:30 at night. PM داره میشه at night. 12 یه چیز جالب. 12 am 12 شب رو میگیم 12 am. مگه مربوط به صبح نبود؟ خب چرا؟ وقتی که از 11:59 رد میشه یه روز جدید دیگه. پس میگیم at midnight و prepositionش یا همون حرف اضافهش am هستش. این ویدیو تموم شد. این هم از اصطلاح امروز که call it a day بود. اگه این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایکش کن و چنل رو هم حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو هم بتونی حتما ببینی. و let's call it a day. موفق باشید.